بسم الله الرحمن الرحیم. بهمن فاضلی نصر هستم، مدیر علمی دانشگاه زابل. در این قسمت میخوام فهرست بندی در ورد خدمت شما آموزش بدم. واسه فهرست بندی شما یک فایل فهرست بندی در یک فایل ورد، شما یک سری عناوین اصلی و یک سری عناوین فرعی دارید. مثلا این یک عنوان اصلی هستش، این یک سری عنوان فرعی و همچنین عناوین جداول و اشکال، حالا هر کدوم به طرق مختلفی قابل فهرست بندی هستند. واسه فهرست بندی شما روش متفاوتی هست، ولی یک روش ساده این هستش که عنوان بعد از اینکه مطالبتون به فرمت اون مؤسسه دانشگاه یا مجله مربوطه در آوردید، عنوان اصلیتون ابتدا سلکت میکنید، بعد میاد توی گزینه استایل، توی این منوی استایل روی این قسمت کلیک کرده و روی نیو استایل کلیک میکنید. روی نیو استایل کلیک میکنید تا یک کادری شبیه این باز بشه. تو این کادر میتونید عنوان و هر عنوانی بذارید تو قسمت نیم، ولی معمولا وقتی شما تیتر اصلی فعلا داری روش کار میکنید، بهتره بنویسید تیتر اصلی. بعد میتونید زیر تیتر یک بار بذارید، زیر تیتر دو، زیر تیتر سه، یا این عنوان رو مثلا عنوان جدول بنویسید، عنوان جدول یا عنوان شکل، مثلا عنوان شکل ها زمانی که میخواهید فهرست‌بندی اشکال انجام بدید. و اگر بخواید این عناوینتون یک قلم و فونت خاصی داشته باشن، میید توی منوی فرمت. تو منوی فرمت قسمت فونت، اینجا شما فونت اون عنوان اصلیتون اگر لاتین هست یا صورت فارسی هست، شما هر فونتی که بخواید انتخاب میکنید و فونت استایلش به اضافه سایزش، و واسه فونت های لاتین هم همینطور. شما حتی رنگش هم میتونید انتخاب کنید و قشنگ تمامی عناوین اصلی شما به این شکل در خواهند اومد. اینجا هم باز گزینه‌های متفاوتی هست. یک گزینه داره به نام اتوماتیکال آپدیت هست که اگر این گزینه رو شما تایید کنید، بعداً این فونت اصلیتون که من اینجا قبلا چون درست کردم، شما این فونت اصلی و تیتر اصلی و فونتش رو تیتر اصلی و اگر فونتش یا قلمش شما سایزش عوض کنید، به صورت اتوماتیک در تمامی عناوین این تکرار خواهد شد. دیگه نیازی نیست شما کل متنتون رو بگردید، مثلا عناوین اصلیتون یا متن اصلی، عناوین فرعی و غیره، قلم هاشون و اندازه قلم ها رو تغییر بدید. شما با این گزینه اتوماتیکال آپدیت میتونید وقتی اینجا رو تیکش رو بزنید، بعداً با کلیک بر روی عنوان تیتر اصلی اینجا میتونید مودیفای بزنید، یا مودیفای که بزنید باز هر تغییراتی که اینجا اعمال کنید و اوکی بکنید، کلا توی تمامی متنتون، عنوان شکل‌ها و جداول آپدیت خواهد شد. حالا من چون قبلا این انجام دادم واسه سرعت عمل بیشتر، شما گفتم سلکت میکنید، بعد میاد از نیو استایلش رو تعریف میکنید، بعد مثلا می‌نویسید تیتر اصلی فلان، اوکی میکنید. اوکی کردید با اون قلمی که مورد نظرتون هست، این با ما تیتر اصلی شده. حالا من اینجا روش کلیک میکنم، مثلا من روی تیتر اصلی که کلیک کنم دیگه تایید شده. شما به همین ترتیب روی اینم باز تیتر اصلی هست. شما واسه مطالب بعدی دیگه نیازی نیست برید از همینجا گزینه استایل نیو استایل بزنید، شما همون تیتر اصلیه که بزنید قشنگ به همون فونت و فرمت واسه شما در خواهد اومد. شما باز تیتر اصلی میرسیم به زیر تیترها. اینجا زیر تیتر یک من گذاشتم، زیر تیتر دو مثلا زمانی که 3.1.2 هستش میشه زیر تیتر 2، یا 3.1.1 هست میشه زیر تیتر مثلا 3، به همین ترتیب. باز من وقتی که بحث زیر تیترها اومد، شما بایستی مجددا وارد بخش نیو استایل بشید و اینجا زیر تیتر یک یا زیر تیتر دو، و باز گفتم تیک اتوماتیک رو میزنید، فونت و فرمتش رو تایید میکنید، نهایتا اوکی میزنید و زیر تیتر یک درست میشه و به همین ترتیب تا انتها شما انجام میدید. بعد از اینکه تیترها و زیر تیترهاتون رو انتخاب کردید، واسه اینکه فهرستتون
درست بشه در هر کجای صفحه میتونید ابتدای صفحه انتهای صفحه در هر کجا فرقی نداره. مثلا من میذارم ابتدای صفحه. حالا من چون اینجا کانتنت و پیج رو درست کرده بودم میتونید اونجا تایید کنید یا میتونید بیاید مثلا اون ابتدای صفحه هر جایی که مد نظرتون هست تو بخش رفرنس میاید تیبل آف کانتنت هست و کاستوم تیبل آف کانتنت رو تایید میکنید قسمت آپشن و توی قسمت منو استایل اینجا یه سری پیش‌فرض‌ها خودش داره تا همین پیش‌فرض‌ها بایستی پاک بشن. تا همین پیش‌فرض‌ها رو پاک کردن بعد شما میاید عدد میدید. باید به تیتر اصلیتون میدید 1، زیر تیتر 1 میدید 2، زیر تیتر 2 میدید 3. حالا عنوان فهرست و جدول و اشکال اینا میمونه واسه بخش بعدی. اوکی میزنید و نهایتا تایید. اوکی که بکنید قشنگ شما فهرست مطالبتون مرتب شده. شما با یک چون الان پیش‌فرض فارسی هست شما به صورت چپچین بکنید مطالب درست خواهم شد. یک زمانی شما مثلا باز آپدیت های انجام میدید یا ممکن یه شکل اضافه کنید یک متنی به یک صفحه دیگه منتقل بشه. مثلا اینجا الان اینتروداکشن تو صفحه 4 اگر ما اینو ببریم تو صفحه 5 این قانونا باید تو صفحه 5 بیاد. اینجا اینتروداکشن تو صفحه 4 هست. شما زمانی که تغییراتی توی متن ایجاد کردید، شکلی ایجاد کردید، جدولی در نتیجه باعث جابجا شدن مطالب شد، باید اینجا راست کلیک میکنید روی گزینه آپدیت فیلد. آپدیت فیلد رو که بزنید آپدیت پیج نامبر اونلی. وقتی که اینجا آپدیت بزنید اتوماتیک الان ما چون اینتروداکشن ما رفته بود صفحه 5 الان رفته صفحه 5. هر نوع تغییراتی هم که بعداً بدید شما کافیه فقط با آپدیت کردن و میتونید هم رو صفحه و هم رو مطالب و حتی مطالب آپدیت فیلد رو بزنید. آپدیت اینتر تیبل هست یعنی واسه شما هر نوع تغییرات دیگه هم که داده باشین با این نوع آپدیت میتونید کلا اون یک متن اضافه کرده باشین در یه جایی اون متن هم بیاد اضافه بشه. خب این واسه فهرست بندی در ورد بود. باز اگر سوالی چیزی در این مورد داشتید یک زمانی اینا پلهای ارتباطی من هست در خدمت شما هستم. موفق و مؤید باشید.